رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در این جلسه و یا در این درس از دروس ماه مبارک رمضان، موضوع ما پیرامون رمضان، ماه دعوت. همانطوری که گفتیم رمضان ماه فتح و فتوحات، رمضان ماه جهاد، رمضان ماه دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی هست. چگونه رمضان ماه دعوت؟ الله سبحانه و تعالی در ماه مبارک رمضان منادی را قرار داده که هر شب ندا میکنه، هر شب دعوت داره. ملائکه در این ماه با عنوان داعی و دعوتگر قرار داده تا ما را متوجه بسازه که این ماه ماه دعوت هست. این ماه ماهیه که ما وظیفه اصلی خود را بشناسیم و این که بهترین امت قرار داده شدیم به خاطر چی؟ به خاطر دعوت هست. الله سبحانه و تعالی ملائکه را در ماه مبارک رمضان وظیفه داده که از شب اول ماه مبارک رمضان تا شب اخیر این ندایشان هست، این دعوتشان هست که صدا میکنن: یا باغی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. این دعوتشان هست: ای کسانی که شما در راه الله روان هستید، اقبل، بیشتر رجوع کنید، بیشتر تلاش کنید. و ای کسانی که شما در گناه و معصیت قرار دارید، اقصر، بس است، کوتاه بیایید. الله سبحانه و تعالی وقت ملائکه قرار داده که هر شب این ندا را داشته باشند، در حالتی که دعوت وظیفه کی هست؟ وظیفه تو کسی که در روی زمین خلیفه خدا قرار گرفتی. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نقدس. خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی وظیفه دعوت را برای تو انسان قرار داده، برای تو انسان مؤمن و مسلمان. این ملک بیای هر شب تو را دعوت بده که وقت تلاش بکن. اگر در راه خیر روان هستی بیشتر تلاش بکن و اگر در راه شر هستی بس است. این فرشته و ملائکه الله سبحانه و تعالی روان کرده تا ما را متوجه بسازه که ای انسان، این وظیفه دعوت وظیفه توست.
الله سبحانه و تعالی میفرمایه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف، می باشه از بین شما گروهی که اونها امر به معروف و نهی از منکر میکنن. اینها رستگاران هستند، اینها پیروزمندان هستند. و الله سبحانه و تعالی وقتی بیان میکنه میفرماید کنتم خیر امه، شما بهترین امت هستید. این بهترین بودن شما به خاطر چی هست؟ به خاطر دعوت هست، به خاطر ارشاد هست، به خاطر راهنمایی هست، به خاطر امر به معروف و نهی از منکر هست. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. امر به معروف و نهی از منکر داشتید، ایمان به الله داشتید، بهترین امت هستید. پس ماه مبارک رمضان ماه دعوته. ماه مبارک رمضان ماه امر به معروف و نهی از منکره. ماه مبارک رمضان ماهیه که ما باید همدیگر را به طرف کارهای خیر دعوت بدیم و از کارهای شر همدیگر را باز بداریم. و الله سبحانه و تعالی جایگاه داعیان و دعوتگران را بیان میکنه، اسلوب دعوت را الله برای ما بیان میکنه که ما باید متوجه باشیم که این ماه مبارک رمضان ماهی نیست که ما فقط به غفلت سپری کنیم، فقط خود را از اکل و از شرب و از اینها باز بداریم، همین وظیفه ما. نه خیر، ماه رمضان آمده تا ما را داعی به دعوتگر بگردانه. الله سبحانه و تعالی می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چی وظیفه مبارک و مقدس، دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی. آیا سخن خوشتر و زیباتر از این پیدا میشه که انسان دعوت داشته باشه شخص را به طرف الله سبحانه و تعالی؟ هرگیز. چی زیباست که انسان وسیله بشه تا بندگانی که از الله قهر کردن، پشت به طرف الله کردن، بیای بین اونها و بین ربشان آشتی برقرار کنه. الله اکبر. چی زیباست که او بنده‌ای که الله را نشناخته، رب خود را نشناخته، به وسیله تو خواهر و برادر او معرفت به الله پیدا کنه، آشنایی با الله پیدا کنه. وقتی آشنا با الله شد، فرمان الله را به جا کرد، اوامر الله را اجرا کرد و نواهی را ترک کرد، میدانی چقدر اجر و پاداش برای توست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند برای سیدنا علی، سیدنا علی وقتی روان میشه رو به طرف خیبر، رو به طرف جهاد، رو به طرف مبارزه، رو به طرف قتل و قتال، یعنی کشتار، جنگ، صحنه کشتن هست. وقتی رو به طرف جنگ انسان روان شد، او لحظه چی لحظه است؟ در آن لحظه سیدنا علی را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی توصیه میکنن؟ ای علی، ذوق به کشتن نداشته باش، ذوق به هدایت دیگران داشته باش. به جستجوی قتل نباش، به جستجوی هدایت باش. اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه، اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه، بهتر از آن شتران سرخ مدینه هست. با ارزشترین شی در آن وقت و زمان همان شتران سرخ بود. امروزه هر چی که با ارزش هست همان را مثال بگو. وقتی اگر یک نفر به وسیله تو خواهر مسلمان، برادر مسلمان هدایت بشه، به پیشگاه الله مثل که همان شیء با ارزش را انفاق کردی، همان قدر ارزش داره. پس دعوت در ماه مبارک رمضان فرصتهای خوبی، در لحظه که انسان صائمه، روزه داره،
حرکت میکنه رو به طرف برادر مسلمان خود و او را دعوت میکنه و او ارزش رمضان را نمیدانه، ارزش رمضان را برایش میگی. او از شب قدر غافل، شب قدر را برایش میگی. او از وقت سحر غافل، فضائل وقت سحر را میگی. او نمیدانه که فتحت ابواب الجنه شده، نمیدانه که دروازه های جنت باز شده، نمیدانه که دروازه های جهنم بسته شده، نمیدانه که شیاطین به زنجیر کشیده شده. تو میر او را متوجه میسازی. این اجر عظیم و بزرگ از آن توست. هر قدر که او نماز بخوانه بعد از دعوت تو، هر قدر روزه بگیره، هر قدر جود و بخشندگی داشته باشه، هر قدر عبادت کنه، الله سبحانه و تعالی همان اندازه در نامه اعمال تو هم می نویسه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده اشاره میکنه قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. دعوت از خود شروط داره عزیزان و بزرگواران. باید شروط دعوت را انسان بدانه و بفهمه. در دعوت باید اخلاص باشه، در دعوت باید للهیت باشه، نه این که در دعوت تفاخر و ریا و بالاخره نشان دادن به دیگران. اخلاص. انسان نباید دعوت خود را به خاطر دیگران و به خاطر بالاخره تشکری دیگران و به خاطر اینکه مزد گرفتن از دیگران، نخیر. دعوت خاص به خاطر الله. انبیا علیهم السلام همه داعی بودن، همه دعوتگر بودن. شعارشان این بود که وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما چیزی نمیخواهم، اجر خود را و پاداش خود را از الله سبحانه و تعالی خواهانم. دعوت باید با حکمت باشه، دعوت باید با علم و دانش باشه، دعوت باید با بصیرت باشه. زمانی که دعوت ما به اخلاص بود، دعوت ما همراه علم بود، دعوت ما با حکمت بود، دعوت ما با بصیرت بود، آنجا دعوت ما مؤثر واقع میشه. پس ماه مبارک رمضان ماهیه که ما بریم به سراغ او کسانی که نمیدانن، غافل هستن. وظیفه من و تو خواهر و برادر مسلمان هست. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر. نگو من خواهرم، من برادرم، من مردم، من زنم. نگو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چی بسا مردان مؤمن و چی بسا زنان مؤمنه هستند که امر به معروف و نهی از منکر دارن. این وظیفه همه ما هست. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فيغيره بلسانه فإن لم يستطع فيغيره بقلبه وذلك أضعف الإيمان. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، رسول معظم اسلام میفرمایند من رأى منكم، کسی که منکر میبینه، در جای منکر میبینی با دست خود منع کن. با دست نمیتوانی، با زبان خود بگو، با اسلوب درست و صحیح. با زبان خود نمیتوانی، با قلب خود بد ببر. و ذلك اضعف الایمان. برای یک داعی و دعوتگر لازم و ضروره که صبر داشته باشه. فاصبر کما صبر اولو العزم. الله سبحانه و تعالی به پیامبر خود میگه، به رسول معظم اسلام میگه صبر بکن. این راه دعوت سخته، سختی ها داره، مشکلات داره. صبر بکن مثل که پیامبران اولوالعزم صبر کردن. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه ماه مبارک رمضان وقتی میدانیم ماه دعوت هست، از خود شروع کنیم. اول نفس خود را دعوت بدیم. در بین جامعه متاسفانه بعضی از دعوتگران، یا اگر مبالغه نکنم خیلی از دعوتگران، از خود فراموش کردن اما دیگران را دعوت میدن. از خانواده خود فراموش کردن، دیگران را دعوت میدن.
از ما حول خود فراموش کردن، از اقربا و خویشاوندان خود فراموش کردن، برو بالآخر دعوت را به جای دیگر. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اول خودشان وقتی به عنوان داعی و دعوتگر حرکت کردن که پیام الهی را برسانند، خودشان کاملا عامل بودند. قبل از اسلام محمد امین بودن، صادق بودن. بعد از اسلام به طریق اولا امین و صادق بودن. وقتی که دعوت رو شروع کردن، و انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکان خود را، فامیل خود را، اقربا و خویشاوندان خود را دعوت دادن. پس به اینه که یک داعی و دعوتگر اول باید نفس خود را دعوت بده، بعد سر فامیل خود کار بکنه، سر اولادهای خود، اقربا و خویشاوندان خود کار بکنه. پس این ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است که ما نفس خود را بسازیم، اولادهای خود را دعوت بدیم، اقربا و خویشاوندان خود را دعوت بدیم به سوی الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده تا اینکه در راه دعوت ثابت قدم باشیم، در راه دعوت صابر باشیم، در راه دعوت تلاش بکنیم. اگر فردی به وسیله من و تو روزه گرفت، اجر و ثواب روزه اش برای من و تو هم میرسه. اگر به وسیله من و تو ای خواهر مسلمان و برادر مسلمان جود و بخشندگی را آغاز کرد، او اجر و ثواب برای من و تو هم میرسه. اگر به وسیله دعوت من و تو ای خواهر مسلمان، برادر مسلمان، شخص انسان با اخلاق شد و دیندار شد و تهجد خوان شد، او اعمالی که او انجام میده اعمال خیر و شایسته، الله به همان پیمانه برای تو خواهر مسلمان و برادر مسلمان هم اجر و پاداش میده. بیاییم همه ما در راه الله سبحانه و تعالی داعی و دعوتگر باشیم. رسول الله میفرمایند بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه را به شرطی که درست و صحیح وقتی فهمیدی، یک آیه را، یک مسئله شرعی را برای دیگران برسان. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما همیشه داعی و دعوتگر باشیم، خصوصا ماه مبارک رمضان که ماه دعوت، ماه ارشاد، ماهیه که ملائکه ما را صدا میکنه، وظیفه اصلی ما را به ما میفهمانه، یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار.